دیدم یک گدا در رستورانم غذای باقی مانده‌ای مشتری‌ها رو می‌دزدد. بوی بد بدنش باعث شد همه مشتری‌ها فرار کنند. اما من اصلاً اهمیتی ندادم. حتی می‌خواستم به سرآشپز بگویم غذای بیشتری به او بدهد. درست وقتی می‌خواست برود، ناگهان چندین بار باد معده رها کرد. من $500 درآوردم و به او گفتم لباس تمیز بخرد. همچنین به او پیشنهاد کار در رستوران دادم. وقتی گدا بعد از تمیز شدن به رستوران برگشت، به سختی او را شناختم. اما هرگز تصور نمی‌کردم مهربانیم در آینده ثروت عظیمی برایم بیاورد. آن روز مشتریای زیادی به رستوران آمدند. ناگهان سرآشپز اعلام اعتصاب کرد و درخواست افزایش حقوق داد. وقتی این را شنیدم بسیار عصبانی شدم و بلافاصله درخواستش را رد کردم. سپس شاگرد سرآشپز را صدا زدم و از او خواستم جای سرآشپز را بگیرد. اما وقتی مشتری‌ها غذایشان را خوردند، بلافاصله استفراغ کردند. همه گفتند غذا افتضاح است و بسیاری حتی حاضر نشدند پول بدهند. فهمیدم مشکل بسیار جدی است، چون سرآشپز مهارت‌های واقعی آشپزیش را به شاگردش یاد نداده بود و به همین دلیل غذاها اینقدر بد بودند. در همین لحظه رئیس یک باند تبهکار برای غذا خوردن وارد شد و با تهدید خواست غذا فوراً سرو شود. برای جلوگیری از دردسر مجبور شدم با افزایش حقوق سرآشپز موافقت کنم، اما انتظار نداشتم او بدقولی کند و $10,000 اضافه به عنوان غرامت بخواهد. در برابر چنین درخواست غیر منطقی نمیدانستم چه کار کنم. درست وقتی سرآشپز می‌خواست برود، سری جلویش را گرفتم و شرطش را پذیرفتم. اما همان لحظه آن گدا گفت که می‌تواند غذای خوشمزه بپزد. وقتی چاقو را به دست گرفت، همه شگفت زده شدند، چون مهارتش از بقیه هم بهتر بود.